السلام علیکم محترم هموطنان عزیز. یکی از کارهای خیر و کارهای ثواب این راه درست کردن است. ثوابیت زیاد است، حتی هم در حیات هم بعد ممات ثوابیت اون بردوام است. امروز در تمام جمهوری مردم تشبث نشان داده راه درست کرده ایستادند، کاری ثواب کرده ایستادند. خصوصا در ولایت سوخت، در همه دیه ها، در ناحیه ها، در شهرها و عنعنه در آمده است. این البته کاری خوب، کاری بهترین است. من در چندین شهر و ناحیه ها بودم، مردم را می دیدیم که مردم برآمده هر کس اطراف خانه خودش را، مردمی همان محله خود را و در شهر و ناحیه ها باشد نیز مردم برآمده کاری میکردند که راه آباد شود. ما شکر میکنیم که تحت رهبری پیشوای ملت راههای بین الخلقی، راههای کلان همش منفرش شده است. امروز مردم وطن دوستانه، هر کس حب الوطن من الایمان، دوست داشتن وطن از ایمان است میگویند. پیغمبر علیه السلام در حکمت هم آمده است. البته مبلغ گذاری میکنند، خصوصا صاحب کارانی که وطن دوست هستند و آن جوانانی که در مهاجرت مهنتی هستند مبلغ گذاری میکنند و مردم باشد دست جمعانه برآمده دست یاری دراز کرده راه ها را تکیز میکنند، راه ها را منفرش میکنند. البته این کار خیر، کار ثواب است، باید دستگیری یابد. خصوصا خادمان دین باید ترغیبگر باشند که در ترغیب و تشویق کار خیر، خصوصا راه درست کردن، ثوابیت آن را باید ما و مردم فهمانیم و هر کاری ثوابی که ما میکنیم انشاءالله و آبادی همان دیار است. زیرا کدام دیاری که راهش آباد باشد، منفرش باشد، همان دیار آباد است، همان دیه آباد است، همان شهر، همان ولایت در عموم جمهوری ما آباد می شود. خدای تبارک و تعالی وطن ما را تنج و آرام نگه دارد، جمهوری ما آباد باشد، مردم ما سعادتمندانه زندگانی کنند.